به نام خدا. داستان جذاب دیو و انار خاتون. روزی بود و روزگاری، زنی بود که عاشق دیوی شد. دیو را آورد خانه و در اتاقی پنهان کرد و در اتاق را قلف کرد. روزی انار خاتون دختر زن در اتاقی را که دیو در آن پنهان شده بود گشود و دیو را دید. وقتی زن به سراغ دیو رفت گفت: نه تو زیبایی نه من زیبام، فقط دیو زیباست. دیو گفت: نه تو زیبایی نه من زیبام، فقط انار خاتون زیباست. زن دختر را از خانه بیرون کرد. دختر رفت تا رسید به یک در باز. پس از مدتی 7 برادر آمدند و پس از شنیدن ماجرای انار خاتون وی را به خواهری قبول کردند. دیو جریان را به زن خبر داد. زن هم شیرینی را آلوده به زهر کرد، خود را به خانه 7 برادر رساند و آن شیرینی را به دختر داد. دختر شیرینی را خورد و مرد. 7 برادر نیز انار خاتون را در خورجینی گذاشتند و طرف دیگر خورجین را پر از طلا کردند و آنها را بر اسبی گذاشتند و اسب را در صحرا رها کردند که هر کس علاج این دختر را بداند طلاها را بردارد و علاجش کند. پادشاهی انار خاتون و طلاها را پیدا کرد و با دیدن انار خاتون دل به او بست. پادشاه امر کرد که جار بزنند و حکیمان را خبر کنند. حکیم ها انار خاتون را به ترتیب در 7 حوض شیر انداختند و انار خاتون زنده شد و پادشاه با او ازدواج کرد. پس از 1 سال انار خاتون 2 پسر زایید. دیو ماجرا را به زن خبر داد. زن میخواست هر جور شده دختر را از میان بردارد تا دیو دختر را فراموش کند. آمد و چند روزی پیش دختر ماند. شب هنگام بلند شد و سر هر 2 پسر را برید و چاقوی خونین را در جیب انار خاتون گذاشت. صبح برای پیدا کردن قاتل پسرها پادشاه به توصیه زن امر کرد جیب همه را بگردند. چاقو از جیب انار خاتون پیدا شد. پادشاه دستور داد چشمهای دختر را کور کنند و جسد 2 پسر را زیر بغلش بگذارند و بیرونش کنند. انار خاتون انقدر راه رفت تا به خرابه‌ای رسید. داخل خرابه نشست و گریه کرد تا خوابش برد. در خواب مردی را دید. ماجرا را به مرد گفت. آن مرد دست به چشمان انار خاتون کشید و دستی هم به سر و گردن بچه ها و مشتی ریگ به دامنش ریخت و گفت: پاشو، تو و بچه هایت صحیح و سالم هستید. انار خاتون بیدار شد و دید که بچه هایش سالمند و مشتی طلا نیز در دامنش ریخته شده. زن قصری ساخت و بچه ها بزرگ شدند. روزی بچه ها پادشاه را دیدند و او را به خانه آوردند. انار خاتون به بچه ها گفت که قاشق طلا را در کفش پادشاه بگذارند. موقع رفتن پادشاه گفتند که قاشق طلا گم شده است و باید همه را بگردند. وزیر گفت: مگر پادشاه قاشق می دزدد؟ انار خاتون که پشت پرده‌ای پنهان بود گفت: مگر مادر سر بچه هایش را می برد؟ و از پشت پرده بیرون آمد. شاه از همه قضایا با خبر شد و دستور داد که دیو و مادر انار خاتون را پیدا کنند و بکشند. بله دوستان عزیز، کسی را زود قضاوت نکنیم و زود مجازاتش نکنیم و به همه جوانب فکر کنیم. از اینکه تا آخر این داستان با ما بودید خیلی از شما متشکرم. لطفاً با لایک، سابسکرایب ما را حمایت کنید. به بقیه دوستانتون حتما اطلاع بدید و بقیه ویدیوهای ما رو تماشا کنید.